عزیزانم، مادر را در خواب دیدم، چرا آخر ورا ناتاب دیدم؟ کنون خواهم روم سوی مزارش، به تنهایی کنم گفت و گزارش. چرا بیچاره و آشفته حالی، چرا ناراحتی ای قبلگاهم؟ غم ما را می خوری در زیر خاکم، تولا می کنم بر سوی یزدان که تا از ما راضی باشی مادری جان.